سلام بر دوستای عزیز و گرامی. امیدوارم که حال همتون خوب و خوش باشه. لذت ببرید از این ایام. امروز میخوایم در رابطه با فرکانس های مختلف و خب بگیم اینا علمی هستن یا نه. پس خب بعضیشون موسیقایی هست، خب اونها رو واقعا میشه با دستگاه ها اندازه گرفت و بعضی از این فرکانس ها خب اینها به صورت علمی هنوز ثابت نشده و اون رو میگن که این ارتعاشاتی هست که خود شخص میفرسته. که مطرح میشه اینه که این فرکانس ها اولین بار توسط چه کسی و چطور به ما معرفی شدن. هاکینز ایشون کسی بودن که یه روانشناس و فیلسوف معنوی آمریکایی بودن و کتابی دادن در سال 1995، قدرت در برابر زور. همونطور که گفتم ایشون روانشناس، فیلسوف، معلم و معلم معنوی آمریکایی بود. در چه دهه‌ای ایشون این کارها و ایده ها رو در دهه 1800 و اوایل 1990. کتابش انتشار رسمیش چه سالی بود؟ 1995. این دکتر هاکینز چه کاری کرد؟ چطور اندازه‌گیری شد؟ آقای هاکینز طریقه اندازه‌گیریش به این صورت بود. ایشون تست عضلانی، ماسل تستینگ، این رو برای بررسی واکنش بدن به کلمات، موسیقی، اشخاص یا احساسات مختلف چه اعتقادی داشت؟ چی رو میخواست ثابت کنه؟ ایشون میگفت وقتی بدن با حقیقت یعنی یه چیزی مثل فرکانس بالای خودمون وقتی با دروغ، ترس یا فرکانس پایین عضله ضعیف میشه و اندازه‌گیری عضله این معیار درستی هست یا نه، اون چیزی هست که باید بیشتر بررسی بشه و خب این 100% علمی نمیتونه باشه. خیلی چیزهای علمی 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد دوباره خیلی چیزها بعد مدت ها تغییر میشه یا کاملتر میشه و خب ما شاید هنوز اون گذشتیم که بررسی میکنیم توی جدولی عنوان طبقه اینها رو بررسی که مثلا کسی توی این سطح لول 1 هست نمیتونه یه هایی بره به لول 7 این پله ها رو طی بکنه و هر کسی بسته به جایگاهش به یه لول بالاتر یا یه لول پایینتر دسترسی. حالا چه فرکانس هایی رو ایشون معرفی کرد؟ فرکانس اولی که ایشون معرفی کرد فرکانس 20 بود و اون فرکانسی هستش که خیلی پایین هست و به عنوان مثلا تحقیر و انکار خود میشه. شاید یکی از خودشو تحقیر کنه و بگه من اصلا هیچی نیستم، هیچ ارزشی ندارم. خب فرکانس خیلی بدی هست، این رو نگید، بگید من ارزشمندم. بعد فرکانس یه پله یکم بالاتر، به جای 20 هرتز به 30 هرتز، به اون فرکانس که رسید، اون فرکانس پشیمانی، یعنی یکم از گناه بالاتر. گناه میشم اون گیلت که پله قبلی بودی. بعد ایشون میاد فرکانس 200 که یه فرکانسی هست به اسم کورج، قدرت میگیره انجام بدی. و بعد ایشون میاد و در فرکانس 350 این دنیا رو همینجوری که هست قبول دارم، ناراحت نیستم، کاری که کردم الان من این رو قبول دارم و به فکر آینده هستم، حتی اگر خوب نبوده من میپذیرمش. خب دیگه خیلی ها نمیپذیرن شرایط رو و عصبانی میشن و خب این کار و برای این هم شاید فرکانس 350 بالاتر هستش از اون فرکانس های مثل اینکه خشم، سرزنش و تحقیر و این. بعد حالا اگه این پله بالاتر از اون اکسپتنس یا قبول کردن شرایط، ما حالا توی کتاب های دینی بهش راضی هم به رضای تو، اگه یه پله از اون بیاد بالاتر میشه فرکانس 500. فرکانسی هستش که به عشق مربوط میشه و لاف. 500 یکم بالاتر، اگه درست خاطرم باشه 540 این حدود بود
و اون یه فرکانسی هستش که بهش میگن جوی و اون با عشق یکم فرقش اینه که عشق بدون شرط هست که شما خب یه وقتی عشق که دارید توی زبان خارجی بهش میگن کامپشن هست، نسبت به جوابش کامپشن هست، یعنی به اون جا عشق میورزه. ایشون میاد در هولوش 600 یکی فرکانسی هست که پیس هست به عنوان صلح، آرامش، چیزهای مختلف. یعنی حالا پیس یه تونه راجع به اکسپتنس، حالا چیزی که من متوجه شدم اینه که شما میگید من قبول دارم شرایط رو جوری که هست و یه حالت نچرال بیطرفی هستید و میشه گفتش که نه زیاد خوشحال نه زیاد ناراحت هست و قبول میکنید شرایط رو. پیس یه جوری هستش که شما شاید در دور و برتون جنگی کاری که شما میکنید شما تو آرامش مطلق هستید و در این لذت میبرید. یعنی مثلا به قولی ما تو کتاب‌های خودمون هم داشت طرف به قولی نون خشک میخورد و خدا رو شکر میکرد و خوشحال بود و راضی بود. یعنی اون هستش، نه اینکه با اکسپتنس فرقش اگر کسی نون خشکی بخوره بگی که خب من دارم این نون خشک رو میخورم قسمت ما، ولی توی پیس از خوردن اون نون خشک هم لذت میبره و میگه که خب خدا رو شکر که غذای اومد و امروز خوردیم. ایشون میگه خب فرکانس هایی هست 700 یا 700 به بالا و به 1000 و اون فرکانس تقریبا، حالا اینو بهتون بگم که اون رو میگن فرکانس انلایتمنت وحدت و فرکانس هایی که بالای 996 حدود میشن و بعضی اصلا میگن گاد فرکانس، یعنی هستیم ما اینجور چیزها. خب امیدوارم که این پادکست و معرفی کارهای آقای باشه. حالا سوال این هستش که آیا این روش علمی است؟ نه. جدول به رشد شخصی، رهاییشون از ترس و ارتقاء آگاهیشون کمک کرده. سری موسیقی هایی هم بر اساس این جدول مردم استفاده میکنن که اگر دوست داشتید میتونیم در قسمت بعدی در این رابطه. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.